شهر کلاب صاحب پیکره دعای مادر شد. این دومین مجسمه دعای مادر در تاجیکستان است. پیکره اولی را ماه اکتبر سال گذشته در فرودگاه شهر خوجند رئیس جمهور کشور باز کرده بود. تشبثکاران پیکره دعای مادر در کلاب گذاشتن چنین پیکره را توجه به زنان کشور می‌دانند. امروز گذاشتن مجسمه مادر در درآمدگاه شهر کلاب این خود نشانه آن است که توجه به زنان و بانوان به مادران بخصوص خیلی زیاد بوده. این رمز احترام و ارجگذاری به مادر به بانوی تاجیک است. مجمع دعای مادر در پهلوی دروازه شهر کلاب جایگیر است. مساحت آن 1 هکتار را تشکیل داده از بودجه محلی بازسازی شده است. برای احیای این مجمع بیشتر از 8 میلیون سومانی صرف شده است. در ریاست مالیه شهر کلاب گفتند تنها برای تعمیر دروازه کلاب بیش از 3 میلیون سومانی خرج کرده اند. ولی ساکنان در صحبت‌های خصوصی میگویند که گذاشتن پیکره مادر به یک مسابقه رئیسان تبدیل یافته است. در حکومت محلی گفتند که بختیار نظرزاده بعد تعیین شدن به حیث شهردار ساختمان این مجموعه را آغاز کرد. پرزیدنت سال گذشته هنگام بازگشایی از پیکره دعای مادر در خوجند اشک ریخته بود. با گفته ساکنان پیکره دعای مادر در خوجند به مادر پرزیدنت شباهت داشت. اما ساکنان در کلاب میگویند که این پیکره به مادر پرزیدنت شباهت ندارد. با گفته آنها پرزیدنت بعد بازگشایی آن را آرامانه تماشا میکرد.